درود میگم بر همه خوشتیپای کلیسا که همتون خوشتیپ هستین. خوشحالم که امروز اینجا هستم. افتخار اینو دارم که با شما کلام خدا رو به اشتراک بذارم. اسم من پیمان هستش و یکی از کوچکترین ایمانداران در قوم خدا هستم. مهراد جان خیلی به من لطف داره با اون کلمات زیبایی که میگه حتما یه نوشابه طلبت. و خیلی خوشحالم که میتونم امروز با شما باشم و دقایقی با هم دیگه در باب کلام خدا صحبت بکنیم. امروز فکر میکردم به این که در چه موردی با شما عزیزان پیغامی رو بیارم و نگاه کردم دیدم تو این آرشیو تبلتم صدها پیغام وجود داره که کدومش رو امروز بگم و نهایتاً روح خدا من هدایت کرد که در مورد موضوعی صحبت بکنم که چند لحظه دیگه با شما در میان خواهم گذاشت. ولی قبل از اون اینجا تشکر میکنم برای دعوتی که مهراد عزیز و مونا جان از ما داشتن و امروز ما اینجا هستیم. شکر میکنم برای کار خدا در این کلیسا، در این شهر و واقعا خدا رو میشه احساس کرد در گوشه گوشه این ترکیه که میریم ایماندارای زیادی میبینیم و میدونم که تو این مسیر با تمامی فراز و نشیب‌ها پیش خواهید رفت تا یک روز به ملاقات خدای جلال برسیم با هم دیگه. امروز میخوام در مورد یک موضوعی صحبت بکنم که شاید قالب شما به این شکل در موردش نشنیده باشید، به خاطر اینکه از یک زاویه دیگه میخوام نگاه بکنم و امیدوارم که تلاشم رو بکنم که بتونم تا جایی که امکان داره توی فضایی صحبت کنم که حرفام کمی ثقیل و سنگین نباشه، از این بود که قابل فهم باشه حرفام، چون من شاید خیلی واعظ خوبی نباشم و تلاش میکنم که بتونم کلمات رو در قالبی قرار بدم که شما عزیزان متوجه بشید. چه کسایی بین ما هستن که کتاب مکاشفه رو تا به حال خوندن؟ کتاب مکاشفه، اوکی، نایس. در کتاب مکاشفه از 7 کلیسا صحبت شده، از 7 کلیسای فیزیکی که همشون در آسیای صغیر بودن، یعنی در ترکیه امروزی ما هست. کلیسای افسوس، تیاتیرا، ازمیر، پرگامس و کلیسای لاودیکیه که در دنیسلی امروز هستش. و من امروز میخوام در مورد این کلیسا صحبت بکنیم با هم دیگه. اگر کتاب مقدس همراهتون است و میخواین باز بکنین، فکر میکنم اگر برگردید به رساله کتاب مکاشفه فصل 3 از آیه 14 به بعد آیاتی رو با هم دیگه نگاه میکنیم و بعد کمی من براتون روزه میخونم اینجا و شما میشنوید. من روزه خون خوبیم. برمیگردیم به کتاب مکاشفه فصل 3 آیه 14 به بعد. میگه به فرشته کلیسای لاودیکیه بنویس: آن آمین، آن شاهد امین و راست، آن که مبدأ آفرینش خداست، چنین میگوید: اعمال تو را میدانم که نه سردی و نه گرم، و کاش یا این بودی یا آن. اما چون ولرمی، نه گرمی و نه سرد، چیزی نمانده که تو را چون توف از دهان خود بیرون بیاندازم. میگویی دولتمندم، مال اندوختم و به چیزی محتاج نیستم، و غافلی که تیر بخت و اسف‌انگیز و مستمند و کور و عریانی. تو را پند میدهم که زر ناب مستمند و تو را پند میدهم که زر ناب گذشته از آتش از من بخری تا دولتمند شوی و جامه های سفید تا به تن کنی و عریانی شرم‌آورت را بپوشانی و مرهم تا بر چشمان خود بگذاری و بینا شوی. من کسانی را توبیخ و تعذیب میکنم که دوستشان میدارم، پس به غیرت بیا و توبه کن. هان بر در ایستاده میکوبم، کسی اگر صدای مرا بشنود و در به رویم بگشاید، به درون خواهم آمد و با او هم سفره خواهم شد و او با من. هر که غالب آید او را حق نشستن با من بر تخت خودم خواهم بخشید، همان گونه که من غالب آمدم و با پدرم بر تخت او نشستم. آن که گوش دارد بشنود که روح به کلیساها چه میگوید. این آیات برای من یکی از زیباترین و غم انگیزترین آیات در تمامی عهد جدید هستند. از این نظر زیبا هستند که اون زیبایی رو میبینم که کتاب مقدس داره در مورد یک کلیسایی صحبت میکنه و اونقدر غم انگیز که در این کلیسا چیز نیکویی پیدا نمیکنه. اونایی که کتاب مکاشفه رو خوندن میدونن که در 7 کلیسایی که گفتم از کلیسای افسوس که اولین کلیسا هست در کتاب مکاشفه، اگر از فصل 2 نگاه کنید، کلیسای افسوس
کلیسای ازمیر، کلیسای پرگامس، تیاتیرا، ساردس، فیلادلفیا و لاودیکیه، توی 6 تا کلیسای قبل از لاودیکیه یک چیز واحد وجود داره که در لاودیکیه هرگز نبوده و اون اینه که در این 6 تا کلیسا با تمامی نکوهش هایی که مسیح داره و دائما از کلیسا داره ایرادهای متفاوت میگیره، تشویق میکنه ولی میگه ایرادی بر تو دارم، تشویق میکنه و میگه ایرادی بر تو دارم. اما مکاشفه تنها کلیسایی هستش، لاودیکیه تنها کلیسایی هستش که مسیح به هیچ وجه کلیسا رو تشویق نمیکنه، چون در کلیسا ایمان رو مسیح پیدا نکرده و دائما داره کلیسا رو نکوهش میکنه به خاطر تفکرات اشتباهی که داره. و بزرگترین پوینت و نکته‌ای که در این کتاب لاودیکیه وجود داره اونجا هستش که تنها کلیسایی هستش که اصلا عیسی توی کلیسا نیست، عیسی بیرون در ایستاده و داره در میزنه تا در برو بگشاین تا تازه وارد کلیسایی بشه که مال اوست، به نام اوست و این خیلی غم انگیزه. پس این آخرین کلیسایی که گفتم از 6 تا کلیسای دیگه این تفاوت داره که مسیح در این کلیسا نیست و همونجوری که میدونید لاودیکیه کتاب مقدس جوری که ما در تاریخ میخونیم در شهر دنیزلی امروزی هستش. اونایی که خیلی به فضاهای تاریخی علاقه‌مند هستن، من و همسرم تقریبا 7-8 ماه پیش یه ولاگ تقریبا 45 دقیقه‌ای توی شهر لاودیکیه داشتم. اونایی که دوست دارن در مورد مسائل تاریخیش بدونن میتونن روی یوتیوب من اون ویدیو رو ببینن که بیشتر در بافت تاریخی اونجا صحبت کردم. پس الان دیگه خیلی وارد مسائل تاریخی نمیشم چون اون صحبت‌ها یه ذره صحبت‌های آکادمیک‌تره و تو حوصله ما نیست امروز که وارد اونا بشیم، همتون خوابتون میبره. به خاطر همین بهتره که اگر دوست داشتید اونا رو دنبال بکنید. در این کلیسا همونجوری گفتم مسیح هیچ صفت مثبتی پیدا نمیکنه. حالا به زعم خیلی از دانشمندان مسیحی کلیسای لاودیکیه به زعم بسیاری کلیسایی هستش که خیلی‌ها میگن شبیه به کلیسای امروز ماست، که وقتی شما به کلیسای امروز نگاه میکنید در دنیای ما در یک دایره بزرگتر با یک فضایی روبرو میشید که دقیقاً این کلمات مسیح میتونه شامل حال اون کلیساها بشه. حالا بذار دایره رو تنگ‌تر بکنم و بگم شامل همه کلیساها نمیشه، شامل کلیسای شما هم نمیشه، بلکه شامل تو میشه و من میشه. و اگر بخوایم پیغام خدا رو دریافت بکنیم همیشه بهتره که به این نگاه نکنید که پیغام خدا رو داریم برای بغل دستیمون خدا میده، پیغام خدا برای منه، من دارم میشنوم. پس یه نکته‌ای که وجود داره اینه که همه ما توی فضایی باشیم که اون فروتنی واقعی رو داشته باشیم، چون خیلی از ما شاید یک برداشت و یک بینش اشتباهی در مورد کلمه فروتنی داشته باشه. فروتنی در ایمان مسیح و الهیات مسیحی اولین نکته‌ای که داره اینه که فروتنی در مقابل کلام خدا فروتنی خوانده شده. آن چیزی که ما از مسیح میشنویم در ما اون روحیه رو ایجاد میکنه که احساس بکنیم نیاز داریم بازگشت کنیم، نیاز داریم توبه کنیم، نیاز داریم از این چیزی دست برداریم، نیاز داریم شکسته بشیم، نیاز داریم ببخشیم. پس اولین قدم در ایمان مسیحی برای ما اینه که وقتی از فروتنی صحبت میشه، فروتنی در مقابل مسیح در اولویت اول این هستش. حالا میخوایم وارد این فضا بشیم و این کلیسای لاودیکیه‌ای که عیسی باش روبرو میشه به توسط یوحنا رو با هم دیگه ببینیم. اولین چیزی که شما دکتر میرید و دکتر در شما تشخیص میده سیمپتوم هستش، ما میگیم درسته، یا تشخیص بیماری هستش. و ما میبینیم توی مکاشفه توی رساله توی کتاب مکاشفه در کلیسای لاودیکیه عیسی در جایگاه یه دکتر اگه بخوایم نگاه کنیم داره تشخیص میده اولین مسئله رو و اون سیمپتوم کلیسا هستش یا اون بیماری که کلیسا داره. بیماری رو اعلام میکنه تو آیات و بعد میاد ریشه بیماری رو میگه. انگلیسی میگیم underlying disease، یعنی اون چیزی که در دلیل بیماری شما بوده. و بعد نکته آخری که هر پزشکی انجام میده برای شما دارویی رو تجویز میکنه. پس مسیح بیماری رو تشخیص میده همونجوری که دکتر تشخیص میده، مسیح ریشه های بیماری شما رو به شما میگه و بعد مسیح به من و شما میگه که چطوری میتونیم از این بیماری علاج پیدا کنیم و راه درمان چیه. و کلیسای لاودیکیه کلیسایی هستش که مسیح داره تمام این جزئیات رو با نکته به نکته برای اون بیان میکنه. حالا اگه دوست دارید روزه منو بشنوید از اینجا به بعد وارد آیات میشیم. در آیه 15 و 16 در این کتاب، در کتاب مکاشفه فصل 3 آیه 15 و 16 اینطور میگه اعمال تو را میدانم. عیسی مسیح خداوند داره به تو و من و کلیسا این کلمات رو میگه اعمال تو را میدانم که نه سردی و نه گرم و کاش یا این میبودی یا آن. این سیمپتوم کلیسا هستش. مسیح تشخیص میده در کلیسا یک بیماری بزرگ وجود داره و اون بیماری اینه که در کلیسا که در قرن 21 به شکل
وحشتناکی وجود داره این نکته هستش که در کلیسا بزرگترین چیزی که وجود داره، به قول ریچارد فاستر، یک کتابی که به فارسی ترجمه شده به اسم انضباط روحانی، اگر خونده باشید، یکی از جملات زیبایی هستش که تو قرن 21 یک الهیدان ایوانجلیکال کاتولیکی شبیه فاستر میگه و جملهش اینه که من عاشق این جمله، میگه بی‌تفاوتی لعنت عصر ماست. و این یک نکته خیلی عمیق در کلیسای امروزه. شما امروز با خیلی از مسیحا که روبرو میشید، مسیحا هستن که کلیسا میان، من کلیسا میام، من پیمان میام کلیسا، موعظه میکنم، کتاب مقدس میخونم، بیرون میرم، جلسه دعا میرم، جلسه تعلیمی میرم و ولی مسیح وقتی به روحیات من نگاه میکنه، به سیستم من نگاه میکنه، به تمام قالب ایمان من نگاه میکنه، در من یه روحیه سرد و بی‌تفاوتی میبینه که اینجا در قالب کتاب لاودیکیه، در این رساله، در این کتاب مکاشفه در کلیسای لاودیکیه میگه نه سردی و نه گرمی، ولرمی. و ما میدونیم که آب ولرم هیچ کس دوست نداره بخوره. و مسیح جلوتر بیماری رو که تشخیص میده، آیه بعدی دقت کنید چی میگه، آیه 16: اما چون ولرمی و نه گرم و نه سرد چیزی نمانده که تو رو چون توف از دهان خود بیرون اندازم. توی که ترجمه قدیم میگه تو رو غی کنم. دقیقاً این کلمه وامینگ یعنی بالا بیارم تو رو. و دلیلش اینه که آب ولرمو کسی نمیتونه بخوره و این مسیح داره وارد ریشه های بیماری کلیسا میشه. و چیزی که من و شما امروز نیاز داریم به عنوان هر شخص ایمانداری با اون روبرو بشیم، این فروتنی هستش که زمانی که با کتاب مقدس و این کلمات روبرو میشیم، به این نگاه بکنیم که ببینیم چقدر این کلمات میتونه امروز شامل حال من و شما باشه. من میتونم امروز اینجا وایسم و فقط به شما کلمات تشویقی بگم، میتونم امروز اینجا وایسم و فقط برای شما موعظه انگیزشی بکنم، اما واقعیت انجیل این هستش که در انجیل مسیح، در اوج این که انجیل، ایوانگلیون یعنی خبر خوش، در عین حالی که مسیح خبر خوشه، اما در خوشی که من شما اعلام میکنه، در این خوشی خیلی غم‌ها هم وجود داره. چه غم‌هایی؟ که مسیح من و تو رو با واقعیت‌هامون روبرو میکنه. میگه من برای تو خوشی آوردم، اما تو رو باید با یه واقعیت روبرو کنم. تو باید برای اینکه خوشی منو دریافت بکنی، برای اینکه همه منو دریافت بکنی، باید شکسته بشی، باور کنی که ضعیفی، به من احتیاج داری، باور کنی که مریضی، باور بکنی که کشتی زندگیت هر روز داره فرو میره، کشتی زندگیت هر روز داره پر از آب میشه و هر لحظه امکان داره غرق بشی و اگه منو محکم بغل نکنی، اگه منو نگیری، همه چیز رو از دست میدی. و این وضعیت کلیسای امروز ماست. و جلوتر حالا به این نگاه خواهیم کرد. در مورد تشخیص این در آیه 19 از یک فعلی استفاده میکنه و تو آیه 19 میگه من کسانی را توبیخ و تعذیب میکنم که دوستشان میدارم، پس به غیرت بیا و توبه کن. و این پیغام مسیح برای همه اعصاره، فرق نمیکنه شما تو قرن اول بودی، دوم بودی، به چه شکلی، مسیحی پنتیکاستی هستی، انجیلی هستی، مسیح توی این قالب ها نمی گنجه. مسیح خدایی هستش که برای کسانی که او را چون نجات دهنده میپرستن خداست به یک اندازه. من شما رو به این دعوت میکنه که پس به غیرت بیا و توبه کن. و خیلی جالب بود زمانی که به این دیکشنری ده خدا نگاه میکردم برای واژگان فارسی، یکی از مترادف‌های کلمه غیرت در دیکشنری ده خدا کلمه مرد بود. پس مرد باش و توبه کن، پس به غیرت بیا و توبه کن. و چقدر احساس کردم که تو این قسمت آدم فقیری هستم، تو این قسمت خودم رو چقدر توی ضعف دیدم. حالا برمیگردیم به آیه 16: اما چون ولرمی نه گرم و نه سرد چیزی نمانده که تو را چون توف از دهان خود بیرون بیاندازم. حالا نکته‌ای که وجود داره در دنیای کلیسای امروز ما که در زندگی من وجود داره و من اینو تشخیص دادم در خودم و روح القدس اینو به من نشون داده، این کلماته. با اینکه درد داره اما کلماتی هستش که مسیح خداوند من شما رو اول روبرو میکنه. میگه کسی که اعتیاد داره، من هرگز تو زندگیم اعتیاد نداشتم ولی جنبش‌های NA در ایران رو یادمه 20 سال پیش. اولین قدم برای اینکه شما برید توی جنبشی و متوجه بشی که اعتیاد به تریاک داری، اعتیاد به الکل داری، اعتیاد به هر کدوم از این داستان‌ها داری، یک چیزه که بپذیری که شما توی این قسمت آدم ضعیفی هستی. آگستین قدیس یک حرف زیبا داره که عاشقشم. میگه زمانی مسیح رو دریافت میکنی که احساس بکنی هیچ راهی برای نجات تو نیست. زمانی شما میتونی این کلمات رو دریافت بکنی، زمانی هستش که به معنی واقعی کلمه به این بینش میرسی
که تو واقعا به مسیح احتیاج داری. توی موعظه سر کوه میخونیم که خوشا به حال مسکینان در روح، زیرا ملکوت آسمان از آن ایشان است. اگه من شما این مسکنت رو به مسیح احساس بکنیم، مسیح رو دریافت میکنیم. اگه من شما شبیه این کلیسا باشیم با این آیات، و اون آیاتی که میگم اینه، عیسی داره به کلیسا میگه میگویی دولتمندم، مال اندوختم و به چیزی محتاج نیستم، و غافلی که تیر بخت و اسف انگیز و مستمند و کور و عریان. و این وضعیتیه که در تنهایی خودت میتونی بهش برسی، که در خودت احساس بکنی من یه 15 سال 20 سالی کلیسا میام، خب پشت منبر کلیسا هم که اصلا من از بچگی بودم، 16 17 سالم بوده که موعظه کردم، الهیاتم که خیلی خوندم، کتاب متابم زیاد تو دستم بوده، با این مسیحیای کت و کلفتم زیاد ارتباط دارم، این ور اون ورم زیاد رفتم، زیادم منو تحویل میگیرن، برای منم زیاد کف میزنن. پس خیلی خوبه نه؟ دقیقاً مسیح داره همینو به اشخاصی مثل من با این روحیات میگه. شما رو نمیدونم، میگه دولتمندی، مال اندوختی، فکر میکنی همه اینا رو داری، فکر میکنی یه چیزی بارته، فکر میکنی که حالیته، فکر میکنی مسیحیت اینه، اما از نظر من تو کور و عریانی. برای اینکه بتونی منو دریافت کنی باید از اینها خالی بشی تا من رو دریافت بکنی. نمیشه هم کتاب مقدس میگه نمیشه هم ممونا رو خدمت کرد، هم خدا رو، هم نمیتونی پول رو خدمت کنی، هم دنبال مسیح بری. باید از یکی از اینا خالی بشی. و کلمه zealous به انگلیسی که از فعل کلمه zealous به زبان یونانی میاد، در فارسی دقیقاً مترادف کلمه غیرت هستش. و این چیزیه که انجیل مسیح داره من شما رو به اون دعوت میکنه. دقت کنید، ولرم بودن در ایمان مسیحی این نیست که شما خودتو از بقیه بهتر بدونی، نمیدونم شما مثلا خیلی کلیسا نیای فقط، یا مثلا فقط 10-1 به کلیسا ندی. ولرم بودن در ایمان مسیحی فقط یک معنی داره و اون اینه که در خودت نیاز به مسیح رو احساس نکنی. این زیباترین کلمه ای از دیر کارسن من شنیدم. میگه در مسیح زمانی ولرم هستی که احساس میکنی دیگه به مسیح نیاز نداری. شاید احساس کنی باید بیای کلیسا که بالاخره باید بیای، بالاخره من یک شنبه برم، اما در تو احساس نیاز نیست. شما وقتی یه آب میخوری، آبو نمیخوری برای فان، آبو میخوری چون بدن شما، سیستم بدنت داره میگه به آب احتیاج داره. درسته؟ من شما که کلیسا میایم، من شما که میخوایم در مشارکت با مسیح قرار بگیریم، آیا احساس میکنیم به عیسی نیاز داریم؟ و عیسی داره به کلیسای لاودیکیه میگه تو باید این نیاز رو به من احساس بکنی. تو در درون خودت میگی من مال اندوختم، دولت دارم، سواد دارم، هر چیزی داری. پولس رسول در رساله کولوسیان اگه اشتباه نکنم میگه به خاطر مسیح همه چیز رو فضلش آوردم، به خاطر مسیح پشت کردم به هر چی که دنیای گذشته من بود تا بتونم قدرت قیامت مسیح رو دریافت کنم. پس این یکی از نکته‌های مهم من شما که اینجا قرار میگیریم در این روحیه، وقتی به هم نگاه میکنیم باید با این فضا به هم دیگه نگاه بکنیم. اون چیزی که پولس داره من شما رو دعوت میکنه و این دلیلی هستش که کلیسا رو مسیح نکوش میکنه. کارسن یه جمله‌ای داره انگلیسیش بیشتر به جون من میشینه، بعد فارسیش هم به شما سعی میکنم ترجمه کنم. میگه when there is no passion for the word of God other passion take over. میگه زمانی که شور و حرارتی برای کلام مسیح نباشه، شور و حرارت‌های دیگه جایگزین میشن. زمانی که شما عشق برای مسیح در درونت نباشه، دنیای ما تا دلت بخواد وان داره که پیش خودت بگی بابا عیسی بشه درد من میخوره. یک شنبه مگه من دیوانم کلیسا بیام؟ این همه تفریح دیگه هست، چرا باید بیام کلیسا؟ این همه هفته اومدم چی شد؟ و این کلمات دائما در ذهن شماست و متوجه نیستی که زمانی که به این نکته ذهن تو میرسه که احساس میکنی چرا باید کلیسا بیام، زمانی هستش که تو هم مخاطب این کلمه هستی. دولت اندوخته ای، فکر میکنی، میگه دولت اندوخته ای، مال اندوخته ای و فکر میکنی به مسیح محتاج نیستی. ولی کلام خدا ما میگه ما باید مسکنت روحیمون رو به مسیح احساس بکنیم. دقت بکنید مسیح به کلیسا چی میگه؟ اعمال تو را میدانم که نه سردی نه گرم. یه سوال دارم، چرا مسیح میگه سردی یا گرم؟ میگه ای کاش سرد بودی یا گرم. میدونی چرا؟ به خاطر اینکه شما اگه سرد باشی خیلی بهتره تا اینکه من شما ولرم باشی. میدونی چرا؟
چون ما با مسیحای خیلی زیادی تو زندگی خودم روبرو شدم که اصلا نمیشه باشون حرف زد. وقتی باهاش صحبت میکنم میگه شما چند سال مسیحی هستی؟ مثلا کافیه بهش بگی بعد 10 سال، میگه من 20 ساله. چرا کتاب مقدس خوندی؟ نمیدونم چند بار خوندم. من اصلا بیشتر خوندم. من تازه از پدر و مادر مسیحی به دنیا آمدم. درسته؟ یعنی این تفکر وجود داره که احساس میکنه همه چیز مسیحیت به اون اندازه است. مسیح میگه همانا آخرین هستن که اولین خواهند بود و اولین که آخرین. پس برای ایمان ما این چیزا مهم نیست که شما چند سال مسیحی، چقدر کتاب مقدس خوندی، چقدر الهیات تالید میشه. برای ما اون قلبی مهمه که به معنی واقعی کلمه دنبال مسیح میره. سرد بودن روحانی ما به زعم خیلی از مفسرین این هستش که خیلی از ماها تو زندگی خودمون خیلی چیزا رو میایم جایگزین میکنیم. بذار یه مثال به شما بزنم. یک بیسبالیست خیلی معروف توی امریکا زندگی میکرد به اسم راجر آلتون. یه پسر خیلی خیلی موفق بود، توی دهه 90 93 اینا زندگی میکرد و یکی از بهترین بیسبالیستای آمریکا بود. زندگی خیلی خوبی داشت و انقدر بیسبال زندگی این پسر رو گرفته بود، یک روز توی فینال قهرمانی آمریکا تیمش میبازه و کاپیتان تیم بوده. شب خونه میاد و توی سن 29 سالگی خودش و زنش رو با تفنگ میکشه. و توی CBN وقتی با دوستش مصاحبه میکردن، نکته جالبی برای من بود. از دوستش پرسید که به نظر شما چرا راجرز این کار کرد؟ گفت به خاطر اینکه تمام زندگی این پسر بیسبال بود، همه حیاتش بود. وقتی باخت احساس کرد همه چیزو باخته و دقیقاً یاد این کلمات مکاشفه این کلمات که رساله این کلیسای لاودیکه میافتادم که مسیح داره میگه که تو، حالا این پسری که تو بیسبال غرق بود و برای یه باخت خودشو کشت، برای من تمثیل اینه که خیلی وقتا بیسبال پوشش تو هویت تو میشه. به بازی بیسبال خودتو میکشی و خیلی وقتا برای ما یه چیزایی هستش شبیه باغ عدنه. یادتونه زمانی که آدم و حوا ترسیدن چیکار کردن؟ میگه برگ‌هایی از درخت انجیر برای خودشون درست کردن. درسته؟ اولین مذهب تاریخ تو کتاب پیدایش بوده. مذهب یعنی پوشش و آدم و حوا برای خودشون یه پوششی درست کردن که خودشون رو بپوشونن از اون فضا. و این نکته‌ای که برای امروز ما هم هستش. خیلی از ما تو زندگی خودمون یه چیزایی داریم، به اون میبالیم، احساس می‌کنیم این هویت ماست. هویت من اون پوله است، هویت من اون نمیدونم مدرک تحصیلی که دارم، هویت من نمیدونم اسم منه یا پدر منه یا چیزای اینطوری. با اینکه مسیح داره به این کلیسای لاودیکه میگه هویت تو باید من باشم، هویت تو فقط باید من باشم، من تویی که مسیحی هستی باید توی این فضا زندگی کنی. حالا بذارید چند تا نکته کوتاه در مورد لاودیکه به شما بگم که چرا مسیح با این کلمات کلیسا رو مخاطب قرار میده. تو آیه 17 و 18 میخونیم که میگه دولتمندی و مال، میگه که دولتمندم، مال اندوختم، به چیز محتاج نیستم. یکی از مرفه ترین، دوستان گوش کنید، یکی از مرفه ترین شهرها در تمامی امپراتوری روم شهر لاودیکیه بوده. اونقدر این شهر از نظر مالی غنی بوده. سال 61 تاسیدس، تاریخدان معروف قرن دوم میلاد که تاریخ زندگی خیلی از امپراتورها رو نوشته، اشاره به یک زلزله بزرگ میکنه که در شهر لاودیکیه میاد سال 60 میلاد. میگه این شهر تقریباً با خاک یکسان میشه تقریباً از نظر قدرت این زلزله و وقتی این اتفاق میفته تنها کسی که میاد به داد یه شهر برسه کیه؟ رومه. درسته؟ چون ما داریم تکس به روم میدیم، ما داریم مالیات به دولت روم میدیم، به امپراتوری روم داره هر سال این افراد دارن مالیات میدن. و تاریخ به ما میگه که زمانی که میان از روم پیغام میاد که روم میخواد اسپانسر این بشه که تمامی شهر رو یه بار دیگه بیلت بکنه، مردم شهر لاودیکه میگن ما به پول روم احتیاج نداریم، چون خودشون انقدر غنی بودن که این کارو میکردن و خودشون با پول خودشون یه بار دیگه لاودیکه رو میسازن. برای همینه که مسیح میگه تو میگویی که دولتمندم، چون واقعا دولتمند بودن از نظر مادی، ولی مسیح میگه این دولتمندی تو به درد روحانیتت نمیخوره، تو فقط پول داری، تو فقط یه چیزی داری به اسم پول، اما در روحانیت خودت از بعد مسیح میگه تو تیره بخت و اسف انگیز و مستمند و کور و عریانی. شاید وضع مالیت خوبه اما در بعد روحانی چیزی در چنتت نیست. مرکز علم پزشکی بالاخص موضوع چشم پزشکی در دنیای باستان در شهر لاودیکیه بوده. انقدر چشم پزشکای معروفی داشته که زمانی که یکی از همسرای یکی از امپراتورها در روم مشکل چشم پیدا میکنه، اولین دکترهایی که در چشم پزشکی در دنیای باستان معروف بودن در لاودیکیه زندگی میکردن.
برای همینه حتی مسیح میاد و یه اشاره به این موضوع هم میکنه، میگه از من مرهم بخری. تو ترجمه قدیم میگه از من سرمه بخری. خانم‌ها میدونن سرمه بشه دردی میخوره و همینطور بعضی از آقایون میگه که از من سرمه بخری تا به چشمان خود کشیده بینایی پیدا بکنی. حالا داره اینو به کی میگه؟ به کسانی داره این کلمات مسیح میگه که خودشون تو علم پزشکی خیلی خوب میفهمیدن چشم پزشکی یعنی چی، ولی مسیح میگه از نظر من تو کوری، بهترین دکترا تو شهرتن از نظر مسائل چشمی، اما مسیح میگه شما کور هستید. به خاطر اینکه چی؟ به خاطر اینکه شما اون کوری روحانی در زندگی شما هستش. معنی کتاب مقدس، وقتی کتاب مقدس از اوریانی صحبت میکنه یعنی چی؟ اوریانی در الهیات مسیحی یه استعاره نسبت به گناه و شرمی که در انسانه. وقتی کتاب مقدس میگه تو اوریانی، وقتی عیسی میگه به کلیسا میگه تو اوریانی، یعنی که شما در گناه و شرم زندگی میکنی. اوریانی باید پوشیده بشه. حالا یه نکته دیگه در مورد لاودیکیه وجود داره. اینا که دارم به شما میگم همشون بیس روی ریسرچ و تحقیق، من اینا رو از خودم در نمیارم، میذارید بعدن نگاه بکنید. یکی از مراکز بزرگ نساجی و تولید لباس، اما از همون موقع هم ترکیه عشق لباس بازی باشه، همین کلا ترکا معروفن به لباس و اینا در رگ و ریشه هاشون بوده. در شهر لاودیکیه معروف بوده، یکی از معروف ترین شهرها بوده که اکسپورت لباس داشتن به اقصا نقاط امپراتوری روم. لباس، تولیدات لباس داشتن و پخش میکردن و صنایع نساجی خیلی بزرگی در لاودیکیه که خیلی از جای بازمانده‌اش هنوز امروز در شهر تاریخی لاودیکیه کاملا مشخصه. و مسیح به همین دلیل هستش حتی به اینها برمیگرده، میگه که من از تو درخواست میکنم که از من اون رخت سفید رو بخری، تا اوریانی شرماورت پوشیده بشه. میگه شاید تو احساس میکنی در بعد انسانی، گفتم وضعتون خیلی خوبه، یکی از میلیونرها هستید، وضع مالیتون اونقدر خوبه که شهر خودتون بنا میکنید، نیازی به روم ندارید. شاید احساس میکنید که دنیای چشم پزشکی خیلی معروفی داره، ولی من به شما میگم شما کور هستید. و بعد شما میگید که ما بهترین اکسپورت لباس رو داریم، بهترین تولیدات لباس رو داریم، ولی من به شما میگم شما همتون لخت و اوریان هستید و باید از من اون رخت رو بخرید. دقیقاً نکته هایی که کلیسای لاودیکیه به اینا مفتخر بود، دقیقاً همون نکته های افتخارش مسیر رو همون نقطه ها دست میذاره. حالا من و تو در زندگی خودمون به چه چیزی افتخار میکنیم؟ انتیروید یه حرف زیبا میزنه، عاشق این حرفش هم، میگه توی اون جایی در زندگیت که احساس میکنی نقطه قوتته، حواست باشه یه پوست موز نشه زیر پات و کله پات بکنه. اگر احساس میکنی یه جایی تو زندگی تو هستش که خیلی تو اون قسمت اوکی حرفی برای گفتن داری، اگه به اون نقطه رسیدی حواست باشه که اون نقطه تو رو کله پا نکنه. و این چقدر توی دنیای امروز ما وجود داره. مسیح از کوری روحانی صحبت میکنه. جدا از مسیح و روح القدس حتی قادر نخواهی بود تشخیص بدی که گناهکار هستی. مسیح میگه شما کورید، اصلا نمیبینید شما. پس این موضوعی که داره کلیسا داره، اینا رو ظاهرا داره میبینه دیگه، نه؟ ولی مسیح میگه از نگاه من شما اصلا بیناییتون رو از دست دادید. چرا؟ چون شما اصلا ارتباطتون و کانکشنتون با روح القدس از بین رفته. بعد از تمامی این واقعیت ها وقتی شما به این موضوع نگاه میکنید، حالا مسیح میاد و توی آیه 18 اون مدیسن یا اون علاج رو به کلیسا میده. تو آیه 18 ببینید چی میگه: تو را پند میدهم که زر ناب گذشته از آتش از من بخری تا دولتمند شوی. مسیح میگه زمانی که زر منو میخری دولتمند میشی، نه اینایی که داری. چون از نگاه مسیح زر مسیح این طلا و انگشترها و این داستانایی نیست که ما گردنمون میذاریم دستمون میذاریم. از نظر مسیح زر روحانی در بعد روحانی چیزی هستش که ننگ و اوریانی منو تو رو میپیچونه و این چیزی هستش که مسیح میگه باید از من، دقت کنید، مسیح میگه باید از من بخری. و برای خرید این من و شما نیاز داریم چیکار بکنیم؟ اولین قدم برای دریافت مسیح تو زندگی ما چی بود؟ گفتم اولین قدم اینه که من و شما اعتراف بکنیم که به مسیح احتیاج داریم، نه اینکه عادت داریم. اینی که دارم میگم این نکته خیلی مهمه. خیلی وقتا تو کلیسای امروز ما میایم کلیسا چون به کلیسا عادت کردیم. اگه به کلیسا عادت کردی یه نقطه خطره. به کلیسا نباید عادت بکنیم، باید به کلیسا احساس نیاز بکنی.
زمانی که احساس نیاز کردی، اون موقع این رابطه انقدر زنده است که شما برای اینکه با مسیح کانکت بشی احساس نیاز میکنی که با اون حرف بزنی، با اون در مشارکت باشی. حالا زمانی که جلوتر میریم توی این، میگه من کسانی را توبیخ و تأدیب میکنم که دوستشان میدارم، پس به غیرت بیا و توبه کن. چه کسانی اینجا کتاب انجیل پشت پرده آهنین خوندن؟ اوکی. انجیل پشت پرده آهنین زندگی یک مردی هست به اسم اندرو، به اسم برادر اندرو معروفه، که امروز یکی از مؤسسای خیلی بزرگ در دنیای ما هستش به اسم اوپن دورز، درهای باز، که خدمت این مرد فرستادن کتاب مقدس به جاهای دنیاست که احد و ناسی نمیتونه اونجا بره. مثلا میگه که توی دهه‌ای که هنوز شوروی از هم نپاشیده بود، خدا به این مرد خدمتی میده که این پره که ماشینش میکرده که توی فولکس واگنش 500 تا کتاب جا میداده و از مرز شوروی میرفته داخل، و وقتی داشته میرفته، اگه زندگی نامه‌شو بخونید خیلی زیباست. حالا اینکه چطوری وارد خدمت میشه، عاشق مسیح میشه، اینا یه طرف. وقتی خدا این خدمت رو بهش میده که باید انجیل رو به اقصانقاط کشورهایی ببره که تو اونجا اعلان اسم مسیح حکم مرگ داشته، خدا به این میگه باید کلام منو وارد این کشورها بکنی. حالا این داستان زندگی نامه‌اش اگه خواستید میتونید تو این کتاب بخونید، انجیل پشت پرده آهنین. و یه نکته‌ای تو زندگی اندرو بود که واسه من خیلی زیبا هستش، و اون اینه که میگه که اون الان از این آیه دارم میخونم، میگه که من کسانی رو توبیخ و تأدیب میکنم که دوستش دارم، پس به غیرت بیا. میگه که توی زندگی روحانی خودم به یه نقطه رسیده بودم که انجیل رو به کشورهای مختلف میبردم. به چین انجیل رو وارد کشور چین میکردم که در ورودی چین وقتی میخواستم وارد بشم، مرز زمینی نوشته بود اگه به خودت یک انجیل بیشتر داشته باشی حکم مرگ داره. میگه بعد نگاه میکردم تو ماشین خودم 1000 تا کتاب مقدس بود، و میگه 7 تا ماشین مونده بود که من برسم سر بوردری که بعد وارد کشور چین بشم. و میگه و پیش خودم گفتم خب این آخرین لحظات دیگه، مسیح یا من رد میشم یا منو میگیرن. میگه زمانی که سر اونجا اون نقطه رسیدم، حالا نمیخوام خیلی در مورد این بگم، میگه که فقط یه دعا کردم، خداوند چشمای اینا رو کور کن، خدای چشای این سربازا رو کور کن که اینا نبینن، چون اگه اینا ببینن، جدا از این که این کتابا رو من با بدبختی به دست آوردم، یه ملتی منتظر این کتابا هستن. میگه و زمانی که اونجا بودم، سرباز چینی باکس کتابا رو با کاتر باز کرد و دید و بلند کرد، حالا به زبان چینی دید، نوشته انجیل. میگه و بعد اینو سر جاش گذاشت، به من گفت شما میتونید برید. میگه با اینکه نوشته بود اونجا یه دونه نوشته، با یه دونه نوشته رد شد. و بعد نکته جالبش اینجاست، میگه که یک روز توسط روح القدس در یک خواب و یه رویای من ملاقات شدم، و ملاقات من این آیه در کتاب مکاشفه بود، در یک کلیسا قبل از کلیسای لاودیکیه که خوندیم، کلیسا هست به اسم کلیسای فیلادلفیا، و فصل 3 آیه 2 اینو میگه برخیز. حالا توی ترجمه قدیم من اون آیات تو ترجمه قدیم حفظم، میگه برخیز و مابقی را که نزدیک به فناست استوار کن. میگه این آیه در کتاب مکاشفه زندگی روحانی منو تکون داد، که میگه که برخیز، فصل 3 آیه 2 میگه، حالا توی ترجمه هزاره میگه بیدار شو و آنچه را که بازمانده و در آستانه مرگ است استوار گردان. و میگه این آیه بود که زندگی منو بلند کرد. احساس کردم زندگیم دیگه تبدیل به یه عادت شده برای من این خدمت. پس عزیزان میخوام اینو به شما بگم، خیلی وقتا خیلی چیزا برای ما یه پوشش میشه. خدمت تو میتونه پوشش تو بشه. هر چیزی در زندگی میتونه پوشش بشه که من شما پشت اون قایم بشیم و از اون ارتباط عمیق با مسیح برای ما همه چیز تبدیل به یه عادت بشه. کلیسا عادت بشه، همه چیز. و اون همون چیزی که گفتم فاستر میگه، که گفتم که صحبت از این میکنه که لعنت عصر ما بی تفاوت بودن ایمانداراست. ما به نقطه تو زندگی میرسیم که احساس میکنیم که حالا دیگه بیام کلیسا نمیشه، چه فرقی میکنه، حالا نرم چی میشه مثلا. یعنی از این کلمات سراغ شما میاد و این دلیلی میشه که شما یواش یواش تبدیل به کسی میشید که احساس میکنی فقط سن روحانی داری. چند سال مسیحی هستی؟ بعد با افتخار همونجا مسیح میگه فکر میکنی که دولتمند، من 20 سال مسیحی ام. و چقدر با مسیح ارتباط داشتی؟ اصلا شبا که میخوام بخوام یه ای پدر ما که در آسمانی میخوابم و یه صلیبم میکشم و میخوابم دیگه، همینه دیگه. و مسیح میگه که
نه این اون نیست که باید باشه. کسی که میخواد با من راه بره و زندگی کنه، کلام خدا میگه کلام منو دریافت میکنه، با من راه میره، میگه احکام منو نگه میداره. کسی که منو دوست داره به این کلیسا اینو میگه. حالا میگه هان بر در ایستاده میکوبم، اگر کسی صدای من رو بشنود و در رو به رویم بگشاید، به درون خواهم آمد و با وی شام خواهم خورد. درسته؟ تو ترجمه قدیم میگه اینک بر در ایستاده میکو. اگر کسی، دقت کن، میگه اگر کسی، حالا داره با کلیسا حرف میزنه ها. و خیلی از مبشرای ما اشتباه میکنن، فکر میکنن این آیه مال دنیای بی ایمانه. وقتی با یه مسلمان داره بشارت میده میگه عزیزم عیسی داره قلبتو میکوبه ها، درو باز کن. من نمیخوام بگم نمیشه اینو استفاده کرد برای اونا، ولی واقعیت اینه که این آیه مال من مسیحیه. مسیح داره به کلیسا اینو میگه. چرا؟ چون من از زندگی مسیح رو انداختم بیرون. توی زندگی من اصلا مسیح نیست. من با یه توهم از مسیح روبرو هستم. یادتونه داستان کتاب لوقا فصل 15 از دو تا پسر گم شده، پسر بزرگتر و پسر کوچکتر. پسر کوچکتره میره دولت پدرشو با فاحشه ها و اینا میگذرونه، درسته؟ و پسر بزرگتر دائما فکر میکنه چون در خانه پدره، چون همیشه از پدر اطاعت کرده، پس این وارثه دیگه، نه؟ ولی ما در روایت انجیل میخونیم که چنین چیزی نیست. پسر بزرگتر در یک توهم از اینه که در مزرعه پدره، چون فکر کرده سالها با پدر بوده او رو کافیه. ولی ما در داستان میخونیم که اینطور نبوده، چون زمانی که برادر کوچکتر بازگشت میکنه، برادر بزرگتر با او شادی نمیکنه. به پدرش میگه من با تو سالها بودم، تو برای من یه دونه گوسفند سر نبریدی، حالا این پسر تو که دولت رو با فاحشه ها گذرونده اومده، داری برای این همه کار میکنی، داری انگشتر رو خودت به این میدی. پس این خیلی وقتا هستش که خیلی وقتا ما توی این فضا هستیم و من میخوام که این تلنگر برای من و همه شما باشه امروز، که اگه ما در مسیح هستیم خودمون رو بسنجیم که کجا هستیم، به این نگاه کنیم، به این آیات نگاه کنیم. آیا من و شما امروز مخاطب این آیه هستیم که عیسی بگه پیمان جان اینک بر در ایستاده میکوبم؟ و من تعجب میکنم خداوند مگه تو داخل نیستی؟ میگه شاید توی قسمت‌های مسیح داخله، ولی توی قسمت‌های تو مسیح رو بیرون کردی. درسته؟ خداوند تو همه کار میتونی کنی، ولی اون موضوع رو نمیتونی. اون موضوع مال خودمه. یه موضوعی هستش تو زندگیم، نمیخوام تو وارد بشی. قربونت برم عیسی جان، تو پشت در وایسا امشب، بذار من خودم تنهایی برم این پارتی رو بگذرونم و یه اشغالی بکنم، حالا برمیگردم با تو هم گپ خودمو میزنم. خیلی وقتا ما تو چنین فضایی هستیم، ولی کتاب مقدس به ما میگه، مسیح میگه یا من باید در قلب تو سلطان و استاد باشم یا من نباید باشم. یا باید مسیر رو با تمامیتش بپذیری یا نمیتونی نصف مسیر رو بپذیری. پس این چیزی که داره به این کلیسا میگه اینک بر در ایستاده میکوبم. دقت بکنید تمامی آرتیستای مسیحی، آرتیستایی که از این آیه الهام گرفتن، اگر رفتید جایی و دیدید این تصویر رو زیاد دیدید که مسیح داره بر دری میکوبه، درسته؟ وقتی داره بر در میکوبه، دستگیره در باید از داخل باشه، درسته؟ طبیعیه که باید این در 2 تا دستگیره داشته باشه، طبیعیه. ولی توی هیچ کدوم از این چیزای فضای ارتدوکس که شما میرید و این تصاویر رو میبینید، دستگیره فقط داخله. مسیح نمیتونه در رو باز کنه بیاد تو. چرا؟ چون مسیح خدای دموکراته. مسیح به زور تو زندگی کسی نمیاد. مسیح در رو میکوبه، میگه مهراد جان باز کن، پیمان جان باز کن. اگه تو باز کنی او وارد میشه، اگه تو باز نکنی او فقط در میزنه. چون مسیح نمیخواد به زور بیاد. خدای فیض خدایی نیست که به زور وارد زندگی من و تو بشه. به من و تو میگه که تو زندگیت من باید تو اون قسمت وارد بشم و کوچه پس کوچه های دل تو یه جاهایش پر از ناراستیه. اگه نور من نیاد حیات منو دریافت نخواهی کرد. و دقیقاً این کلماتی هستش که فضای واقعی کلیسای امروز ماست و شاید زندگی تک تک ما باشه. و نکته مهمتر از همه اینه، حالا بعد از این که من و شما در رو باز میکنیم برای مسیح، یک آیه زیبا و این نکته زیبا، مسیح میگه با تو هم سفره خواهم شد. میدونید در فرهنگ یهودی و حتی فرهنگ شرقی ما ایرانی ها چقدر هم سفره شدن معنی عمیقی داره در بعد فلسفی. شما فقط با کسی بر سفره میشینی که به معنی واقعی کلمه با او کانکتی. و مسیح میگه من میام و با تو شام خواهم خورد، میام میشینم با تو گپ میزنم. و وعده بزرگتر چیه؟ و هر که غالب آید. حالا این کلیسایی که فکر میکنه دولتمند، مال اندوخته، به چیزی محتاج نیست، عیسی میگه اما من به تو میگم تو کور و مستمند و فقیر و عریانی،
اگه واقعا مردشی و غیرت داری توبه کن و اجازه بده این ذری که منم، شخص خودم هستم، به اجازه بده من در زندگی تو وارد بشم. مسیحی هستی، همه چیزم اوکیه، ولی اجازه بده مسیح به قول رساله کولسیان با تمامی جلالش زندگی تو رو در بر بگیره. وقتی این اتفاق میفته مسیح میگه حالا هر کی غالب آید او را حق نشستن با من بر تخت خودم خواهم بخشید. وعده اینه. تمامی این 7 کلیسای مکاشفه آخرش یه وعده داره، میگه اگه این کارو بکنی شامل این وعده میشی. و وعده لاودوکیه اینه اگه با مسیح همراه بشی با مسیح بر تخت خواهی نشست. برادر و خواهر عزیز من، میخوام یه نکته به شما بگم. هیچ کدام از انبیای عهد عتیق، هیچ کدامشون، کتاب مقدس به ما میگه هیچ کدام از اونا با مسیح بر تخت نخواهند نشست. مسیح میگه کسی که به من ایمان داره با من. یعنی فکر بکن در بعد روحانی تو که قلب تو به مسیح دادی، از نظر خدا جایگاه تو از ابراهیم بالاتره. فقط فکر کن بشه لحظه. مسیح میگه بسیاری بودن که آرزو داشتن تا این روزو ببینند. چه روزی رو؟ روزی که مسیحا وارد صحنه میشه. ولی منو تو دیدیم. میگه ابراهیم آرزو داشت منو ببینه. چرا این زیباست. وقتی یحیای تعمیدنده با مسیح روبرو میشه، میگه که من باید هر روز کوچکتر بشم و مسیح هر روز باید بزرگتر بشه. من و شما تو عصری هستیم که مسیح رو ملاقات کردیم. در بعد روحانی از تمامی انبیای عهد عتیق جایگاه بالاتری داری، چون من و تو جزء کسانی هستیم که قراره جزء عروس مسیح باشیم و این وعده خدا به من و شماست. حالا در آخر اینو میخوام به شما بگم، اگه پادشاهی مثل عیسی جا رو آماده کرده برای من و شما، آیا من و شما آماده هستیم امروز به خودمون کمی بیاندیشیم؟ آیا ما در زندگیمون یه چیزی داریم به اسم دولت که به اون فخر کنیم؟ آیا در زندگیمون چیزی داریم که احساس بکنیم که من از دیگری بهترم؟ احساس میکنیم که ما مال اندوختیم یه چیزی حالیمون میشه؟ اگر احساس میکنیم اون یه مانع است، میتونیم امروز اون رو تقدیم مسیح بکنیم، به خدا بگیم خدایا من که دیگه از پولس ترسوسی بیشتر حالیم نمیشه، که من که ثروت بیشتر از خیلی از این افراد نداشتم، که امروز میخوام همه چیز رو تقدیم تو بکنم. وقتی به حضور تو میام احساس بکنم خالیم و به حضور تو بیام تا تو رو دریافت کنم. او مرد تا تو نمیری، او درد کشید تا تو نکشی، او عریان شد که تو عریان نباشی. میدونی مسیح چرا میگه که من رخت خودم رو به شما میدم؟ چون تاریخ به ما میگه روی صلیب رخت او رو از او کشیدند. در الهیات ارتدوکس معتقد هستن زمانی که مسیح رو روی صلیب میبرن، که از باورهای ارتدوکس هست، میگن برای اینکه مسیح رو در شرمش دیوانه کنن، لباس زیر مسیح رو کشیدن روی صلیب که اون شرم واقعی رو در این پسر یهودی ایجاد کنن، که از شرم در اون درد اوج اون حقارت و پستی رو بهش منتقل بکنن. پس اگه مسیح به من و شما میگه من به تو رخت سفید میدم برای اینکه رخت سفیدشو از او کندن، اگه مسیح میگه اینک میتونی سلامتی منو داشته باشی، او روی صلیب به معنی واقعی کلمه فقر رو تجربه کرد. یادتونه روی صلیب گفت ای پدر چرا مرا ترک کردی؟ یک نویسنده که من خیلی دوستش دارم، جان اوتبرگ، یه حرف زیبایی میزنه. میگه تنها جایی که مسیح در تاریخ دعا کرد و مسیح دعاش جواب نداد فقط این بود: روی صلیب فریاد زد ای پدر کجایی؟ و صدایی نبود، فقط به یک دلیل. دیدید چرا؟ برای اینکه کتاب مقدس میگه مزد گناه موته. اون لحظه وقتی پدر به عیسی نگاه میکرد دیگه پسر او نبود. عیسی گناهکارترین زانی، بزرگترین گناهکار، پسترین آدم بود و کتاب مقدس میگه کتاب اشعیا فصل 53 میگه شبیه کسی بود که گویی رویها رو از او بگردانند. حتی پدرم روش رو از مسیح برگردون و اجازه داد به وحشتناکترین شکل ممکن پسرش رو بزنن. به وحشتناکترین شکل ممکن مسیح قربانی میشه، دقیقاً شبیه اون قربانی هایی که میبردن و هر سال در معبد قربانی میکردن. مسیح رو مثل یک گوسفند از وسط نصف میکنن و کتاب مقدس جان اوتبرگ میگه برای من عجیبه، مسیح جایی نبود که دعا کنه که آسمان به لرزه در نیاد. تنها جایی که آسمان در یک سکوت مطلق بود صلیب مسیح بود. مسیح فریاد میزنه پدر کجایی؟ و آسمان در یک سکوت مطلقه
صدایی نیست و پسر خدا در تنهایی مطلق وارد عالم اموات میشه. سخت‌ترین روزهای مسیح اون لحظه بوده، زمانی که مسیح روی صلیب، میگه زمانی که مسیح یوحنا میگه زمانی که او را اون ناله میکرد. غالب الهیدانا در بعد روحانی میگن مسیح ناله از درد نمیکرده، مسیح ناله از این میکرده که او دیگر 3 روز باید داره وارد امواتی بشه که دیگه پدر با اون نیست. و وقتی من و شما میفهمیم چرا مسیح وارد دنیای اموات شده، درک خواهیم کرد که او برای من و شما این درد رو تجربه کرده. پس دعای من در آخر برای خودم و همه شما اینه که در مسیح اینو دریافت بکنیم، که برای این که مسیح رو دریافت بکنی به معنی واقعی کلمه باید از خودت خالی بشی. اگه اینجا بشینیم و احساس بکنیم در ما یه منیت‌هایی وجود داره، من و شما مسیح رو دریافت نخواهیم کرد به تمامی. زمانی که مسیح رو دریافت میکنی که در ذهن خودت، در ذهنت، نه فقط در جسمت، در ذهنت زانوهات خم میشه، در ذهنت احساس بکنی که هیچ کس از بعضی از گناهان من تو خبر نداره. یه چیزایی در زندگیت وجود داره که خدا داره همین لحظه میبینه. یادتونه اولین آیه که میگه چیه؟ آن آمین و آن شاهد امین و راست، او که ابتدای آفرینش خداست، چنین میگوید اعمال تو را میدانم. مسیح از عمق من تو خبر داره، همین الان میدونه تو درگیر چی، با چه چیزی داری دست و پنجه نرم میکنی، و پیغامش برای من شما اینه: به غیرت بیا و توبه کن. آمین.